یکی از صنعت‌های رایج در هرات تنورسازی بوده است، اما با رواج نانوایی‌های صنعتی به مرور این صنعت نیز می‌رود که به فراموشی سپرده شود. در سالهای نچندان دور با عبور از هر کوچه شهر بوی نان تازه خانگی روح را تازه می‌کرد. اما امروز نان خانگی جزئی آرزوهای دست نیافتنی مخصوصاً برای مردم شهر هرات تبدیل شده است. اما در این میان این تنورسازان هستند که بیش از هر کسی دیگری طعم تلخین فراموشی را میچشند. اگر مثل سابق فروشات داشته باشیم که شاید 4-5 لگ میشه بر سالی بفهمیدیم، اما حال شاید همی سبوج میشه همی دکونه کرا کردم همی سبوج کتالی هم کرا همی دکونه نتونستم داده. فضل احمد مردی که به گفته خودش بیش از 25 سال مصروف ساخت و ساز تنور بوده است، ولی حالا نگران آینده شغلش است. در همین حال این صنعتکاران کهنه‌کار از دولت شکایت دارند. آنان میگویند نه تنها دولت با آنان همکاری ندارند، بلکه بیشتر برای آنان بهانه تراشی میکند. بچه‌ام اگر چی کفشی داشتم بفهمیدیم کفشی کوشار تیار کردم همی تو بم سرا بردم بچیندم فروشات نبود یله کردم مال من به می کار بیتر خوشم میزنه که اولی به پیش منم دیمی حقیقت بچه‌ها خوبه بچه‌ام فضل خداوند تو به دسترس منم عدلی. هرچند که دستان پینه بسته فضل احمد حاکی از مشکل بودن این صنعت می کند، اما او دلخوش به پاداش معنوی این کار است. به گفته فضل احمد این کار به زحمتش می ارزد و حتی پسرانش نیز به همین شغل گمارده است. هیچ کاری با ما نمیکنه بفهمیدیم، ما کار نداریم که کار ما به دولت بچله بفهمیدیم. دولت همین کارو میکنه که ما را اگه ببینه تنورام اونجا گذاشته شاید بیای هنوز با ما بونم بگیره که چرا تنورا شما اینجا گذاشته. با آنکه در سالهای اخیر استفاده از تنور خانگی کاهش یافته است، اما تنها فضل احمد نیست که پای این صنعت ایستاده است، بلکه افراد دیگری نیز هنوز این صنعت را کماکان ادامه دادند. خلیفه قدوس و خلیفه سلطان پیرمردان که سالهای زیادی را با ساختن تنور و زنده کردن بوی خوش نان خانگی در کوچه و پس کوچه های شهر هرات و دهات هرات زندگی نمودند.